یک پیکان با مغز الکترونیکی. این پیکان مثل یک بچه حرفشنو حرفای صاحبشو گوش میکنه و عمل میکنه بهش. موتور روشن بکن. در کاپوتو باز بکن. باز. موتور خاموش کن. یک پیکان هست که همه دیدید، منتها این شیشه هاش برقیه. فکر میکنم روی شیشه اگر آب بریزه اتوماتیکمان این برق واکنش هم اتوماتیک هست. آب که میریزیم روی شیشه در مقابل آب حساسیت داره و شیشه رو خودش تمیز میکنه. من محمد اخباراتی، مفر یکم هوانیروز، مهندس اویونیک هواپیما، یک مغز الکترونیک اختراع کردم که نصب کردم روی این اتومبیل و سیستم ها رو دقیقاً با مغز الکترونیک کنترل میکنه. برای هر کسی که بخواد فرکانس صداشو میتونیم تنظیم کنیم روی کامپیوتر. در مورد سرعت، به ازای هر 15 کیلومتر سرعت 3 متر با ماشین روبرویی فاصله میگیره. راننده خوابش ببره، تکونش میده، بیدارش میکنه. الان ماشین تو دنده هست، من به مغز الکترونیک میگم روشن بشه، ببینیم چی کار میکنه. اگر که سیستمای استحفاظی رو نداشته باشه ممکنه تو دنده استارت بزنه و حرکت کنه و احیانا خطراتی رو به وجود بیاره. ولی این سیستم چون حساب شده هست کارهای دیگه انجام میده. آژیر میزنه، اطلاع میده که مثلا الان ماشین توی دنده هست. موتور استارت بزن، روشن بکن، روشن بکن. الان ماشین تو دنده هست، آژیر میزنه که الان بایستی خلاص کنه. بسیار خوب، خلاص میکنه. روی این ماشین الان تلویزیون داره. مسابقه فوتبالی است که داخل ماشین آقای اخباراتی تلویزیونی کار گذاشته و ما شاهدش هست. این ماشین کولر هم داره که به موتور ارتباط نداره و وقتی که موتور خاموش باشه یا روشن باشه کولرش باز دقیقاً به کار میفته. چون مستقل از موتور هست و فشار روی موتور نمیاره. موقع سبقت گرفتن سر پیچ سبقت نمیگیره. راننده اگه بگه سردمه فوری براش بخاری روشن میکنه. این وسیله، این مغز الکترونیکی آیا میتونه در دسترس همه قرار بگیره یا نه؟ همه میتونن از این مغز الکترونیک استفاده کنن. هزینه این چقدر هست؟ هزینهش تو خط تولید بره حدود 4000 تومان بیشتر نمیشه.